بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين المبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقفنا عند قول المؤلف محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد رحمه الله تعالى، وأجزل له الأجر والثواب. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور نعت لحديث عن عمر بن الخطاب، يعني عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ طلع علينا، أي ظهر رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر إلى آخر الحديث. دلیل می آورد از سنت اکنون، یعنی نسبت ایمان و اسلام و ایمان و حدیث اکنون در آخر از قرآن دلیل آورد شیخ، اکنون از حدیث مشهور جبریل حدیث دلیل می آورد. و دلیل از سنت حدیث مشهور جبرئیل است که او را حدیث مشهور جبرئیل گفتگی همین در نظر دارد. از عمر رضی الله عنه روایت میکنند که چنین فرمود: بینما نحن، در اثنای، در زمان، در یک وقت ما نشسته بودیم، یعنی یک وقت ها ما نشسته بودیم عند رسول الله، در حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، بناگاه با ما یک مرد پیدا شد. یک مرد پیدا شد که پیدا شد خیلی که همون نیست، پیدا آمد و در آمد. صفت اون مرد چه بود؟ شدید و بیاض الثیاب، لباس های سفید، همه خیلی میگم، و موی سرش باشد سب سیاه، همه میگم خود دوام دارم. وقال الشارح الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله تعالى: قد تقدم الكلام عن الإسلام والإيمان والإحسان. شیخ می‌فرمایند که سخن درباره یا که نسبت اسلام و ایمان و احسان گذشت، حاجت به تکرار نیست، و میده کرده فهمیدن. ویم هم که به طریق مجمل گفته میگذارم، گفته شده است، ولی امیدوار هستیم که در کلی در مغز سری طلبه ها کمتر موندگی باشد در کار. و ارکان کلی مرتبه، و گذشت درباره رکنهای هر یک مرتبه، یعنی رتبه اسلام و رتبه ایمان و رتبه احسان، هر یکش گذشت در جد. و ذکر الشیخ رحمه الله تعالی ادله کلی مرتبه من القرآن، و شیخ الله رحمتش کند دلیل های هر یک رتبه را از قرآن ذکر کرد. و هذا كله تقدم و انتهى، همه اینها گذشتن و تمام شدن. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى دليل هذه المراتب من السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر حديث جبريل. سپس اکنون الشيخ الله رحمتش کند ذکر کرد، یعنی شروع کرد ذکر کردن دلیل را، دلیل یعنی این مرتبه ها از سنت، یعنی از سنت رسول صلی الله علیه و سلم عطفی بیان میگوینه. برای از سنت و سنت خلفای راشدین هم سنت میشه، برای ما با عطفی بیان خیلی سنت رسولی گفت فهمینه عطفی بیان میگوینه. بس ذکر کرد حدیث جبریل را که وہ حدیث مشهور است: و انه اتى النبی صلی الله علیه و علی آله و سلم همون جبریل به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است و هو مع اصحابه، و جناب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با همراهی صحابگانش بودن، صحابگانشون بودن. اتاهم فی صورت رجل، جبریل آمد اونها را در صورت مرد. و جلس الی النبی صلی الله علیه و سلم، به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم نشست و سأله عن الاسلام والایمان والاحسان، و سوال کرد او را
درباره اسلام و ایمان و احسان. ثم سأله عن الساعه و او را درباره قیامت سوال کرد و سأله عن اماراتها او را سوال کرد درباره نشانه های قیامت. هذا ما يسمى بحديث جبريل. این حدیث جبريل مینامد. این همان است که حدیث جبريلش مینامد او حدیث عمر یا که حدیث عمر شما میگفتم و هو حدیث ورد عن من عدة طرق. این یک حدیث بود است که روایت شده است یا که وارد شده است از چندین طرق راه عن جماعت من الصحابه از دسته از صحابگان و هو حدیث صحیح حدیث صحیح بود است. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى رواية عمر بن الخطاب في هذا الحديث مع اختلاف ألفاظ الحديث في طرق أخرى ولكن المعنى واحد. شيخ بوشاد الله رحمه الله ذكر كان روايته از عمر عمر بن الخطاب رضی الله عنه و در این حدیث با همراهی که نظر به اختلاف لفظ های این حدیث نکرده در دیگر طرق ولی همه اونها یک معنی دارند. اخرجه مسلم بوتوانظر جمع العلوم والحكم لابن رجاب حديث بيمان نمدسه جمع العلوم والحكم از آن ابن رجب که چه حدیث بود دوام نویسکو چه حدیث بود بیشتر نویسکو ابن عمر دوام حدیثش بود دوام داد یک چند حدیث دیگه و بله 50 بله قال بينما نحن جلوس گفت حضرت عمر در اثنای ما نشسته بودیم عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم در نزد پیامبر صلی الله علیه و كان من عادتهم رضي الله عنهم انهم يجتمعون عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. این از عادت صحابگان بود رضی الله عنهم که ایشان در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم جمع آمدند می نشستند در مسجد و یتلقون عنه العلم از او علم گرفتند و یستمعون الى اجوبته صلی الله علیه و سلم على ما یریده من الاسئله و گوش فرا میدادن به جوابهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت اون جوابهایی که وارد میشد یا که سوالهایی که به او وارد میشد. هر سوالی که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد میشد اینا گوش میکردن استفاده میبردن. فبینما هم كذلك على عادتهم در یک وقت ایشان مانند همین عادتشون بودند که اذ دخل علیهم رجل من الباب بناگاه به ایشان از در یک مرد داخل شد رجل شدید بیاض ثیاب یک انسانی که لباسهاش به نهایت سخت سفید و شدید سواد شعری مویهاش باشند مویهای سرش به نهایت سیاه بودند. ای ان جبريل علیه السلام تمثل فی صورت هذا الرجل یعنی جبريل علیه السلام در صورت همین مرد یعنی که چی شد متشکل شد در شکل همین مردی که آل صفت کردن که موی سرش سیاه بود لباسای سرسفید علمی خیلی صورت شده برآمد. ولم یأتهم بصورته الملکیه در صورت همون فرشتگی خودش داخل ایشان نشد لانهم لا یطیقون النظر الیه فی صورته الملکیه چون که ایشان طاقتی نگاه کردن و او ندارن در صورت ملکیه اگر داخل بشه طوری که در ایمان به ملائکه شیخ گفته بود. خلاص لا يرى با شیخ حدیث دوام شد لا يرى عليه اثر السفر در اون انسانی داخل شده اثری سفر دیده نمیشه که مثلا چند و غبار آلود باشه و که موی سرش پراکنده باشه اما لباساش غش باشه خیلی ولا يعرفه منا احد. با عجیبی در آن است که از ما کسی وی را هم نمیشناسد بگیم که مثلا این آدمی محلی است. نشناختنی مردم دلالت میکنه که مسافر است اما او احوالش میبینه به مسافر مانندی نداره مانده شدگی نه. حتی جلس الى النبي صلی الله علیه وسلم حتی هم تو آمده به نزد پیامبر صلی الله علیه و نشست فاسند رکبتیه الی رکبتیه زانوهاش به زانوهای پیغمبر رسوند و وضع کفیه علی فخذیه و دستاش کفاش به رانهای پیغمبر که به رانهای خودش خیلی اختلاف اومده است گذاشت و قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام گفت یکم سوال دادگی شد یا محمد مرا خبر ده از اسلام.
وقال الشارح لا يرى عليه اثر السفر، در او اثر سفر را دیده نمیشود. ولا يعرفه منا ای من الحاضر، از حاضرین کسی او را نمیشناسد. فهذا من العجائب، اینم یکی از چیزهای تعجب آور است. انه ليس قادما من سفر، از سفر آمدگی نیست. حتی یقال انه من غیر اهل المدینه، که او را از غیر اهل مدینه گفته شود. و هم لا يعرفونه، و ایرا نمیشناسند، و حالا که ایشون نمیشناسند خوب. و هو ليس من اهل البلد، او از اهل همین کشورم نیست. حتی یعرفوه، که توبه را بشناسند. فتحیر فی شأن، در حال او در حیرت موندن. لا هو قادم، نه مسافر آمدگی است، ولا هو من اهل البلد، نه از اهل ساکن همون کشور باشد. لو كان قادما من سفر لظهر عليه اثر السفر في ثيابه و فی لونه. اگر کسی آمدگی می بود، از سفر آمدگی می بود، البته در او اثر مسافری در جامعه ها و در رنگ و روش یعنی که نمایان می شد. لأن المسافر تظهر عليه آثار السفر، چون مسافر در وی اثرهای سفر نمایان می شود. فلا يعرفه احد من الحاضرین، و کسی از حاضرین وی را نمیشناسند. فليس هو من اهل البلد، اهل بلدم نیست. وليس هو قادم من سفر، نه از سفر آمدگی است. فمن اين يكون هذا الرجل، این از کجا باشد این کس از کجا باشد؟ هذا الذي استغربوه، اون چیزی که تعجب کردن همین بود. غریبه یعنی تعجب آوری، چیزی تعجب میکردی جاش همین بود. فجلس الى النبي صلی الله علیه و سلم بین یدیه، بس در پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشست. چه خیلی جلوس المتعلم من معلمه، همچنانی که تعلیم گیرنده از معلمش تعلیم میگیرد و می نشیند در برابر معلمش شکل میشند. الان میخیل نشست خدای من معروف شستیم نمیخیل. و اسند رکبتیه الى رکبتی النبی صلی الله علیه و سلم، و رساند زانوهایش را به هر دو زانوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ای انه قریب منه جدا، یعنی بینی اکو معنا داره که زانو به زانو رسونی قریب بینی هم میرسه. این دلالت به اون کسی به نهایت نزدیک شد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این هم یکی از آداب است. وقتی در نزد اهل علم میشینی دور نمیگریزی، خصوصا سوال داشته باشی، این موعظه میشینی باشه، حرکت کنی که مجلس خالی باشد به شیخ نزدیک شد. با برای خاطر به شیخ نزدیک شدن خیلی شیخ ما میگن با آدم تازگی و آلوفته را با خیلی که مثلا چسناک بخوری، پیاز بخوری، با بیای در پیش شیخ شدی، با شیخ سوال داشته شیخ این رو متوبت باشه، او رو متوبت خدایی که سوالات نمیدونن و توخم نمیکنن. من نمیتونم مجلس بگی بچه دهن ابرو کشته برای من دندونا رو تازه کرده، از خوشبویی کرده با شیخ سن نمیکرد. جبریل ما امیدوار هستیم که آخه همین کاراش یک درس شدی سادیم. و وضع یدیه علی فخذیه ای فخذی النبی صلی الله علیه و سلم، و دستاش این کسی که همین روایت تقویه کرده شدن که هر دو دست کفی دستاش بالای رونهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذاشت. فقال یا محمد، گفت ای محمد، خاطبه باسمه، او رو به نامش گرفت. صحابه ها به نام پیغمبر نمی گرفتن، فهمیدید؟ صحابه ها نمی گفتن یا محمد، همین یا محمد میگفتی که فقط از صحرا و از چول بیابون میام دیگه. این یا محمد گفتم با یک چیزی، با قرابتی اونها را با تعجبی و رو باز زیاد کرد که با یعنی که بیگانه است گفتن نکردن. یعنی تعمیه میگم به زبان عربی. تعمیه از کلمه تعمیه نه، تعمیه از عمهم میاد، کو پوشیده کرده، مسکروف کش میگم. بله. ولم يقل يا رسول الله، یا رسول الله نگفت. ولعله فعل ذلك عليه الصلاة والسلام من أجل أن يظن الصحابة أنه من أهل البادية. شاید که او علیه السلام، یعنی جبریل علیه السلام مخصوصا همین خیل کرد که صحابه ها گمان کنند که او از اهل بادیه نشین هستند، صحرا نشین هستند. لأن من عادة أهل البادية أنهم يخاطبون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باسمه. زیرا از عادتی همو اهل بادیه همین است که یعنی بعض عادتاش همین است که پیغمبر به نامش خطاب میکنند. یا محمد اخبرنی عن فلان او فلان، یا که متى الساعه او فلان. لأن اهل البادیه على طبیعتهم و عادتهم، زیرا اینکه اهل بادیه به همون طبیعت و عادت خودشونه، هرگز به عادت خودشون نمیپردازن، کم در کمش. و هو زیادتون
فی الاغراب و التعمیه حتی لا یعرفوا. این با علاوه شده است در چی؟ در اغراب، دیگران را بر غریب و در تعجب انداختن. اغرب یغرب یک کس در تعجب و در حیرت انداختن. و تعمیه اما یعمی تعمیتا، این با یک کس چیکار کردن؟ اخفا کردن، پوشانیدن، سرت پوشاندن. حتی لا یعرفوا، مقصد از اغراب و مقصد از تعمیه چی است؟ حتی لا یعرفوه، تا او را نشناسند. گفته همین کارا کرده. قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، گفت ای محمد مرا از اسلام خبر ده. ای اشرح لی معنی الاسلام، مرا به من چی معنی اسلام را شرح ایضاح بده. قال حدیث سر میشه. قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت من ان استطعت اليه سبيلا. حديث عمر ايضا. فقال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. گفت جناب پیامبر صلی الله علیه و شهادت میدهی، اعتراف میکنی، اقرار میشوی که جز الله دیگر یگان معبودی بر حق نیست و محمد فرستاده الله هست و نماز را صلی الله علیه و سلم و نماز را بر پای می‌داری و زکات را ادا می‌کنی و ماه رمضان را روزش می‌داری و خانه را قصد می‌کنی، چون که حج معنی قصد است. خیلی که شیخ همون اگر به او تو قدرت و توانایی داشته باشی از جهت راه، با این تفصیلاتش گفتیم می‌گذاشتیم. بس گفت کی گفت؟ همون کسی ناشناس گفت که صدقت، راست گفتی. حضرت عمر می‌فرماید که ما تعجب کردیم نسبت این آدم، با در حیرت ماندیم. خودش سوال کرده ایستاده است، با او را تصدیق کرده است. این سوال کردن و خاموش شدن یک نشونی آن است که نمیداند و پرسیده ایستاده است. اما با یک کس سوال کند و با تصدیق کند، این نشونی چی است؟ خودش میداند و دیگر را به درس بعد گفته یا که سجیده ایستاده است. همین پیغمبر ما را همین نشونش همین است. قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله، اسلام آن است که تو شهادت دهی که نیست اله بر حق مگر الله و ان محمد رسول الله، محمد رسول الله است، و تقیم الصلاه، نماز ادا بکنی، و تؤتی الزکات، زکات بدهی، و تصوم رمضان، ماه رمضان روزش بداری، و تحج البیت شهر، و خانه را قصد بکنی ان استطعت الیه سبیلا، اگر به او راه در پول و پیسه یعنی استطاعت داشته باشی. ذکر له النبی صلی الله علیه و علی آله و سلم ارکان الاسلام، جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم برایش رکنهای اسلام را چیکار کردن؟ بیان کردن، ذکر کردن. التي لابد منها، که و یا شدنشون بودنشون ضرور است. والتي ان تحققت، یا که این تحققت و وجودت تحقق الاسلام، و یا چنین رکن می باشند که اگر وایها عملی گردند و وایها به وجود آیند، انهمو وقت اسلام به وجود می آید. خلاص. و ما زاد علیها من الامور الاخرى فهي مکملات، و هر اون چیزی که با بالای این رکنها علاوه باشند از دیگر امور شریعت، و یا تکمیل کننده رکنهای اسلام می باشند. مفهوم؟ هم گذاشتیم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتصر على بيان أركان الإسلام، جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به بیان کردن رکنهای اسلام کفایت کرد. لأن الجواب كلما كان مختصرا كان اسهل على المتعلم والسامع. چرا؟ زیرا که جواب دادن به یک سوال به طریق اختصار، یعنی چقدر که جواب شما مختصر باشد، این به نوآموز و به تعلیمگیر و به گوش فرادهنده حفظ کردن و آسان کردن و یاد کردنش چی میشد؟ آسانتر میشد. همین خیلی است. و سهول علیه حفظه و وعیه، و آسان میشد بر او از بر کردن و او را حفظ کردن. اینه که وعی گفتن در خود در وحی کریمی ظرف میگه، در درون خود او را نگه داشتن. قلم تا خونت میره و باز کسی میفهمه با شو فراموش خاطر باشه. بینما لو طول الجواب تشعب على الحاضرین، بین اون در اختصار کردن با اگر مبادا، اگر میتیسد است میانی اون که اگر مبادا جواب را دور و دراز کرده فهمونده شود، اگر به حاضرین اون یک جواب چندین شاخه ها زدنش ممکن، چند شاخه زدنش ممکن. بله. و ربما ان اکثرهم لا یستوعبه،
و ممکن است که اکثرین حاضرین انا همه او رو گرفتن نتوانند، گرفتن انتوانند که هم دو سه کس میفهمد و خلاص باقی مانده ممکن نفهمیدیم جواب چی شد. سوال بسیار کوتاه بوده اما جوابش بسیار دور و دراز شد، نفهمیدیم کدومش انه باشد. فهمو باشتن بی یک دو کس هم میشد لا یستوعب و استوعاب گفته همه چیز فرا گرفتن رو نگوید. چطوری که در در چور کتاب میگو که در چی نزد ما شرط نیست استیعاب در تیمم تو نکته را دریاب. دیگه چور کتاب نرگو بوده یا خوندگی ها بردن. فهذا دليل على أن المسؤول ينبغي أن يتوخى الاختصار منه مهما استطاع. وجود ممكن يستوعب استيعاب گفته همه رو در بر گرفتن، همه رو از بر کردن، همه رو گرفتن. این دلیل است به اینکه مسئول یک کسی که وی رو سوال داده وی مسئول میشه. کسی که به او سوال داده باید که چیکار کنه؟ یتوخى الاختصار، یعنی قصدی اختصار بکنه، قصد کنه چیکار کردن رو؟ اختصار کردن رو مهما استطاع، چقدری که میتواند، چقدری که میتواند. و یقتصر علی الشیء ضروری، به چیزهای ضروری اختصار میکنه، حصر کود کفایت میکنه، همون چیزهای ضرور فهموند که همون ضروری رو گیرد. و الا فالاسلام اکثر من ذلك، وگرنه اسلام به معنای عام گیریم از اون 5 رکن بسیار است. هذه ارکانه و دعائمه التي يقوم عليها، اما اینهایی که جناب پیامبر به طریق اختصار ذکر کردن اینا رکن و پایه های اسلامی باشند که اسلام در بالای اونها برقرار می باشد. مفهوم؟ قال صدقت هذه عجيبة ثانية، این تعجب دوم است. صدقت گفتنی اون کس. قال حضرت عمر گفت که فعجبنا له يسأله و يصدقه، ما تعجب کردیم نسبت این کس، خودش سوال میده و خودش تصدیق میکنه. فدل على انه عالم، این دلالت کرده خودش داناه و انه لا يسأل سؤال جاهل، لا يسأل سؤال جاهل. و نگاه کرده از روی گپ سوال دیایی و از روی جواب گرفتنش و سوالی جاهلانه را نداده ایستاده است. لا يسأل سؤال جاهل، و سوالی جاهلانه را نداده ایستاده است. یعنی که سوالتی و مانند سوالتی اهل جاهل نیست، اهل جاهل هم خب میکنه نیست. این صدقت داشته است. و انما يسأل وهو عالم بدلیل انه قال صدقت، وای باشد سوال داد. چرا وای سوالی جاهلانه نداده است؟ چون که وای سوال داده است حالا که او دانسته ایستاده است، به دلیل آنکه او صدقت گفته است بعد جواب گرفتنش. فدل على انه عالم، این دلیل است که او عالم است. فلماذا يسأل؟ عالم باشه بس چرا سوال میداده؟ همین نباید تعجب کرده. عالم باشه خودش میدونست چرا سوال داد. اینم یک درسه. وقتی یک مجلس میدارید که بدون گمراه ها و بی سواداش هستن، یک عالمی بیچاره نمیتونه سخنش از چی سر کنه. با یک کسی که حدیث خواندگی باشد و از حدیث استنباط و خلاصه و گرفت باشد، برای همون مجلس زنده کردن با عالم برای شدن چیکار میکنه؟ با سوالش میتونه که تفسیر بعد میگه که به طاقه نماز خوندن میشد یا نگفته سر میره، بعد شاید از طاقه سر کرده با رکنهای اسلام و به توحید و باید تماشا کنه انشاءالله. مفهوم؟ قال فاخبرني عن الايمان، همون کس گفت که مرا از ایمان خبر ده. قال جناب پیامبر صلی الله علیه و فرمود ان تؤمن بالله، و الله ایمان آری، و ملائکته، و فرشتگانش، و کتب و کتابهایش، و رسول و رسولانش، و الیوم الاخر و رسولانش، و تؤمن بالقدر خیره و شره، و تقدیر نیکو بدیش ایمان بیاری. قال صدقت، با گفت که راست گفت. قال شارح قال اخبرني عن الايمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أركان الإيمان الستة بعدما ذكر له أركان الإسلام الخمسة.
جناب پیامبر صلی الله علیه و آله برای سائل 6 رکن ایمان را ذکر کردن، بعد از اون که برایش 5 رکن اسلام را ذکر کردن. والاسلام والایمان اذا ذكر جميعا فالاسلام معناه الاعمال الظاهره. اسلام و ایمان چون هر دو یک جای ذکر کرده شوند، اسلام معنایش اعمال ظاهری می شود. والایمان هو الاعمال الباطنه، ایمان باشد که اعمال باطنه را در نظر دارد. اعمال القلوب یعنی اعمال قلوب. و ما يقوم به من التصديق والعلم، اون چیزی که با نسبت به همون قائم می باشد و من مثلا تصدیق و علم، اینا همش اعمال قلوب می باشد. ولا بد من الاسلام والایمان جميعا، اسلام و ایمان یک جای بودنش لابد است. الاسلام الاعمال الظاهره والایمان الاعمال الباطنه، اسلام اعمال ظاهری است و ایمان اعمال باطنی است. لقوله صلی الله علیه و آله و سلم الاسلام علانیه والایمان فی القلب. جناب پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود که اسلام این اعمال یعنی چی؟ آشکارا است و ایمان باشد در درون قلب است. اخرجه احمد من حدیث انس رضی الله عنه. الحديث ضعيف ضعفه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى. شيخ الألباني حديث ضعيف والخامي حديث ضعيف است. نعم. فإن ذكر جميعا صار لكل واحد معنى خاص به. اگر هر دو را یک جای ذکر کرده شود، برای هر کدام از این دو برای هر کدام معنای خاص می شود. یکی معنای ظاهری می شود، دیگری معنای باطنی. و اذا ذکر واحد منهما دخل فيه الاخر. اگر یکی از دو را ذکر کرده شود در تنهایی، دیگری در درون همون تنهاش چی میشه؟ داخل می شود. گفته شیخ این اولین نقطه نظری عقیده اهل سنت و جماعت. اذا ذکر الايمان وحده دخل فيه الاسلام. وقتی که اسلام را ایمان را تنها ذکر کرده شود، در او اسلام هم داخل می شود. و اذا ذکر الاسلام وحده دخل فيه الايمان، چنانه که اسلام را به تنهایی ذکر کرده شود، در او ایمان هم داخل می شود. لانه لا يصح اسلام بدون ایمان، چون که اسلام به ایمان درست نمیشد. ولا يصح ایمان بدون اسلام، و ایمان هم بدون اسلام به اسلام درست نمیشد. لابد من الاثنين، یعنی هر دو بودنش ضرور است. فهما متلازمان، اینها لازم گیرنده یکدیگرند، یعنی از یکدیگر جدا نشونده اند. ولهذا يقولون، برای خاطر همین است میگویند که ان الاسلام والایمان من الاسماء التي اذا اجتمعت افترقت و اذا انفردت اجتمعت. برای خاطر همین میگن علما که به درستی اسلام و ایمان از اسمهایی میباشند که چون جمع شوند در معنا چی میشن؟ جدا میشوند. وقتی که تنها شوند چی میشن؟ در معنا جمع میشوند. ای یدخل بعضها فی بعض، یعنی بعضی در بعضی دیگر داخل میشوند. لانهما متلازمان، زیرا اینکه دو لازم گیرنده یکدیگرند. لا ينفك احدهما عن الاخر، یکی از دیگر جدا نمیشوند. فسأله عن الاعمال الظاهره والاعمال الباطنه. پس جناب پیغمبر را اون کس سوال کرد درباره اعمال ظاهری و اعمال باطنی. و بیان له صلی الله علیه و سلم ارکان کل من الاسلام والایمان. و جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای اون کس بیان کرد رکنهای هر کدام از اسلام و از ایمان را. قال اخبرنی عن الاحسان، گفت مرا خبر ده از احسان. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب فرمود ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. احسان آن است که الله را عبادت میکنی همچنانی که تو را میبینی، و اگرچه تو او را نبینی و درستی تو او را میبینی، او تو را میبینی. فإنه يراك، او تو را و درستی خواهد دید. اینجا یعنی که یک رکن احسان دو زینش گفته است، دو رکن شد. قال فأخبرني عن الساعة، گفت مرا از ساعت از قیامت خبر کن. قال ما المسئول عنها بعلم من السائل، گفت که سوال کرده شده نسبت قیامت از سوال کننده بیشتر چی؟ داناتر نیست، بیشتر نمیداند. یعنی طوری که به تو پوشیده است به من پوشیده است. قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله. سبق أن المحسن، یعنی گفته گذاشتیم که محسن هو من يعبد الله على المشاهدة واليقين كأنه يرى الله. محسن آن کسی میگه که الله را به مشاهده و به قلب به یقین عبادت میکردی، کسی میگه که كأنه يرى الله، همچنانی که الله را میبینه.
او یعبده علی المراقبه، یا که الله را عبادت میکنه به طریق مراقبه، یعنی که نظارت الله رو به خود حس میکنه. و هو یعلم ان الله تعالی، میدونه که الله سبحانه و تعالی یراه و میبیند یا که دیده ایستاده است. فیحسن العمل، و برای خاطر همین عمل رو چیکار میکند؟ احسان میکند. لان الله مطلع علیه، چون که الله نسبت او آگاه است. فالمحسن یعبد الله اما علی المشاهده فی القلب و هذا اکمل. بس خلاصه میگن محسن کسی را میگن که الله را عبادت میکند یا به طریق مشاهده در قلب، و هذا اکمل، این از همه مکمل ترین یعنی زینه احسان است. و اما علی المراقبه، یا که الله را عبادت میکند به طریق مراقبه، و مراقبین است که و ان یعلم ان الله یراه فی ای مکان، میداند که الله وی را دیده ایستاده در کدام جایی که نباشد، او فی ای عمل یعمله، و که در کدام کاری هست که اون کار را انجام داده ایستاده است. هذا هو الاحسان، این احسان میگه. قال صدقت، گفت راست گفتی. فاخبرنی عن الساعه، مرا از قیامت خبر کن. ای عن قیام الساعه متى، یعنی از درباره چی مرا خبر ده؟ از قائم شدن قیامت، کی قائم شدنش. ولما كان هذا السؤال لا يعلم احد الجواب عنه الا الله سبحانه وتعالى، لان قيام الساعه لا يعلم تحديده الا الله عز وجل. وقتی که میگو این سوال را کسی نمیداند درباره و جواب دادن مگر الله، زیرا اینکه قیام ساعت، قائم شدن قیامت، حد و اندازی او را جز الله کسی نمیدونه. نحن نعلم انها ستقوم الساعه، ما میدانیم که قیامت قائم میشود. لان شک فی هذا، در این باره ما شک و شبهه نداریم. و من شک فی هذا فهو کافر، کسی شک آوری کنه و کافر میشد. نعلم انها ستقوم الساعه ولا بد، ما میدانیم که همون قیامت قائم شدنی است، ضروری قائم شدن است. ولكن الوقت الذي تقوم فيه الساعه، ولی همون وقتی که در همون وقت قیامت قائم میشود، الله عز وجل لم يخبرنا عنه، الله عز وجل باشد نسبت او ما را خبردار کردگی نیست. ولم يبينه لنا، و برای ما بیانم نکرده است. و استأثر بعلمه، علم او را به خود گرفته است. استئثار یک کس به خود مقدم گرفت. الله تعالی فرمود که ان الله عنده علم الساعه، و درسته الله را در نزدش علم ساعت است. خلاص. وقال تعالی، الله تعالی فرمود که یسألونک عن الساعه، تو را درباره ساعت میپرسند. الوقت الذی تنتهی فیه الحیات، یعنی همون وقتی که وقت در همون وقت زندگی در همون وقت چی میشد؟ پایان مییابد. و یا قیامت درباره قیامت رو سوال میکنن. ایان مرساها، ای متى یرسیها الله، ای یثبتها الله و یوقع، که الله تعالی او را برقرار و سرش میکند. قل انما علمها عند ربی، بگو که علم وای در نزد پروردگارم هست. لا یجلیها الا یظهر، الله او را اظهار نمیکند لوقتها، یعنی که وقتش اظهار نمیکند. یعنی لا یجلیها لوقتها، یعنی وقتی به الله تعالی نشون نمیدهد یا که نمیداند الا هو، خودش، مگر خودش. هو الذي يعلمها سبحانه وتعالى، همون خودش از ذات پاک که میداند ویرام. و قال تعالی و عنده مفاتيح الغیب، در نزد او کلیدهای غیب است. لا يعلمها الا هو، و هر کسی جز خودش نمیداند. و منها وقت قیام الساعه، و بعضی از همون کلیدهای غیب چه وقتی قائم گردیدنی قیامت است. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجبريل من مسئول عنها بعلم من السائل، سوال شدن، سوال که سوال کرده شده نسبتی آن از سوال کننده بیشتر نمیداند. گفتنی پیغمبر صلی الله علیه و آله این معنا میداد که ای انا و انت سواء، من و تو یکسان هستیم. لا نعلم متى تقوم الساعه، و نمیدانیم که قیامت قائم میشود. الله جل و علا لم يطلع على هذا لا الملائكه ولا الرسل ولا احدا، بل استأثر بعلمها سبحانه وتعالى. الله عز وجل باشد اطلاع نداده است، آگاهی نداده است به این، یعنی نسبتی قائم شدنی قیامت، نه یکون فرشته را خبر داده، نه یکون رسول و نه کسی دیگر را، بلکه علم آن را به خود مقدم دانسته و مقدم یعنی پیش گرفته است. قال، گفت فاخبرنی عن اماراتها، گفته باشد مرا از نشانه های قیامت خبر کن. قال ان تلد الامه ربتها، یعنی نشانه قیامت همین است که چوری خانم خود را تولد میکند. یکی از نشانه‌اش چی است؟ چوری زن چیکار میکند؟ خادم زن چیزی خود را، سیده خود را
تولد میکنند. در تحت علما بسیار گپ زدن، ممکن شیخ بعضیش ذکر کنند. أخبرني عن أماراتها، أي الأمارات جمع أمارة وهي العلامة، هي علامات بس. أما الإمارة بالكسر إمارة فهي الولاية، مسلمه ولاية رهبرية ولاية. أخبرني عن أماراتها، درباري نشانهاش خبر نمرا، أي علامات التي تدل على قرب قيامها، یعنی که نشانهایی که دلالت به نزدیک شدنی برپاشوی آن میکرده باشند. نعم گفت بله. الساعة شیخ مستد که بله الساعة لها امارات، قیامت واقعا چی دارد؟ نشانه ها دارد. فقد بینها الله سبحانه و تعالی، واقعا الله تعالی و یا رب بیان کرده منها امارات صغیره، بعضیشون یعنی نشانه های خرد می باشند و منها علامات کبیره، بعضیش باشند نشانه های بزرگ می باشند و منها متوسط، بعضیش میانه. و منها علامات مقاربه للساعه، بعضیش یعنی نشانه هستند که مقاربه للساعه، هم نزدیک به قیامت می باشند. تكون عند قیام الساعه، سر بسری برپاشوی قیامت کی یعنی یک تسر باشند. تكون قريبا من قيامها، نزدیک به قائم شدن قیامت میکنه. من به معنای اله هست، چون بعد قریب اومد. اما العلامات الاخرى فانها متقدمه، اما دیگر علامت ها باشند فانها متقدمه و یا باشند البته متقدمه، اینها چی میشن؟ پیش از قیامت میشن. متقدمه پیش می آیند. العلماء يقولون علامات الساعة على 3 أنواع. علماء میگن که نشانه های قیامت به 3 نوع تقسیم میشوند. هي اونها عبارت میشه علامات صغيرة و متقدمة و علامات متوسطة. نشانه های خرد و متقدمه چی؟ و پیش از قیامت میشودگی، و علامات متوسطه و علامات های میانه که همون علامات ها شوال نگر، یعنی که از همون پیدایش، از همون خبر دادن یا که از قایم شده میانه، یعنی میانه میشه، نیم شده است، قیامت نیم مانده است. و نشانه های بزرگ. اما العلامات الصغيرة والعلامات المتوسطة كلها حصلت، هم اینا روی داده میمونه. او حصل معظمه، یا که بیشترش معظم گفته بیشترش روی دادگی هستند. اما العلامات الكبرى، اما علامات بزرگ باشد، ظهور الدجال و پیدا شدن دجال است و نزول عیسی علیه السلام، فرود آمدن عیسی است و خروج دابتی و حیوان یعنی که جنبنده برآمدنش و خروج یاجوج و ماجوج، پیدا شدن یاجوج ماجوج هستند که یا بستگی علی محکمه. فهذه تكون عند قيام الساعه و تتتابع، اینا همش در وقتی برپاشوی قیامت میشن. اینا تتتابع، یکی از پس یکی دیگر پیدا میشه، واحد بعد آخر. نعم. قال فأخبرني عن أماراتها، قف مرا خبر ده از نشانهاش. ولما كانت أماراتها معلومة أجابها الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وقتی که نشانهای قیامت که معلوم هست، جناب پیامبر صلی الله علیه و آله در این باره جواب داد، گفت که انتلی در الامه ربطها، هذا من علامات الساعه، این یکی از نشانهای قیامت است. الامه هي المملوکه، عجزان میگی در زیر ملک شما است، و این ملک به پول خریدگی مملوکه میگیم، صاحبو شما است. و ربطها سیدتها، چی میباشد؟ سیدی همون میباشد. مثلا یعنی که اسیر زن ها بسیار میشه، جنگ جدال بسیار میشه بین مسلمان ها بین غیر مسلمان ها، که جنگ بسیار میشه، مردانش که بسیار میکشن و زنها که اسیر میگردن، زنای اسیر افتیدگی هر یک کس میگیرد، برای خود غلام زن میشود و فرزندی که از شما تولد میشود چی میشود؟ و آزاد میشود. به طفیلی شما و آزاد میشود، چون شما آزاد هستید، فرزند شما هم تخم شما هم آزاد میشود. وقتی که دختر کودک فرزند که به دنیا آمد باید آزاد میشود، که خلاص اما مادرش باشه چی میشه؟ و غلام است. برای همون میگم که یکی از نشانه‌اش این است که همون دختر دستری مادرش سیده است، حق دارد مادرش کار کنه، خدمت کنه. یعنی ها دیگه هم خیلی مستقیم. اگه بخواه در کتابی فقه میگوید که مثال گریم مثلا آزاد نشود میگوید به وسیله تولد کردن، فروختنش نمیتونه. یعنی در این مسئله و کتابی فقه دیدن دارست. یعنی خلاصی گپی همین شیخ، تفسیر شیخ همین است که یعنی اسیرگیری بسیار میشه.
با بعضی تفسیرها هم هست. بعضی تفسیرهاش میگن که انا عاق پدر مادر بسیار میشه، عصیان والدین بسیار میشه. خب و انتر الحفاة العراة العالة رعاع الشاء، و دیگر از نشانه قیامت میرسه که تو سر و پا برهنه ها رو میبینی. عراة برهنه در بدنشو لباس نداره. العالة کم بغل ها رو میبینی. رعاع الشاء گوسفندان ها رو میبینی. یتطاولون فی البنیان، در خانه پوشی بین یکدیگر تفاخر میکنن، فخر میکنن. اگه اینجا احتمال اون هست که مثلا از جهتی کم بغلی مثلا لباسی ندارن که تا آخر جامعه ندارن که پوشونن، لباس گویا که پوشیدگی دارن لیکن بسیار جاهاشون برهنه است. حال شرح دهنده ها گفتن که معنا والله اعلم انه فی آخر زمان، معنای بالا رو در آخر زمان یکثر التسری، اسیرگیری بسیار میشه، یعنی یکثر وطء الایمان، بسیار میشود جماع با خفت خز با زنهای غلام زنها بسیار میشود و جماع با اونها بسیار میشود. المملوکات یعنی که همون زنهایی که در زیر ملک شما هستند. فیلدن بنات، ها دختر تولد میکنن. تکون بنتها حره، دخترش آزاد میشود. و تکون سیدتا لامها، همون سیده میشود نسبتی مادرش. و مالکتون لها، و مالکه میشود خودش، یعنی که صاحب ملک میشود نسبتی همون مادرش میشه مملوکه میشود. خیلی است. و قیل معنا انه یکثر العقوق، با گفتن مثل معنا است که عاق پدر مادر بسیار میشه، نافرمان برداری پدر مادر بسیار میشه. فتكون البنت كانها سیده لامها، دختر چنان یعنی که سپاس وای میشه که سپاه میشه در سر مادرش که خود یکی چی باشد، خوجینی راهبری مادرش باشن و نگهدارن. و انتر الحفاة، هذه علامة ثانية، علامة دویمه است. الحفاة الذين ليس لهم نعال، با افضل نداشتگی آدم را حفاة میگویند. من الفقر والفاقه، از کم بغلی و از بینوایی بیچارگی. العراة الذين ليس لهم لباس، جامه ندارند. العالة الفقراء، کم بغل ها بینواها. رعاع الشاء جمع راع الذين يرعون الاغنام، کسانی که گوسفندبانی میکنند. هؤلاء كانوا في الاصل في البراري، اصلا اینا باید جاشون در کجا باشن؟ در صحراها باید باشد. فی بیوت، باید در خانه باشن که ینتقلون من محل الى آخر، یعنی در خانه کوچمنچی باید باشن، نه یعنی یک خانه خیمه‌ای باشن که اینجا اونجا کجایی که علف رو باید زندگیشون در همونجا بذارن. و فی آخر زمان یستوطنون فی المدن، بعد زندگی بکنن در آخر زمان چی؟ در شهرها. و یبنون القصور، در شهرها خانه‌های با حشمت می‌کنن. و العمارات شاهقه گفتن مرتفع بلند، خانه‌های عمارت‌های بلند اومده در شهرها می‌پوشند. هذا من علامات الساعه، این هم از نشانه‌های قیامت است. اذا تحولت البادیه الى حاضره، وقتی که چی؟ بادیانشین کوچیده به شهر آید، یعنی از صحرا اومده در شهر که مردم زندگی کنند. و صاروا یتطاولون فی المبانی، بعد چیکار میکنن؟ شروع میکنن، سر میکنن فخر کنه را در بیناها. و یتباهون بها، این هم یتباهون بین یکدیگر افتخار میکنن، مسابقه ها میکنن. و ینمقونها، یعنی زینت میدهن خانه ها را. ینمقون به معنی زینت و یزینونها. و هم لیس من عادتهم، حالا اینکه این عادتی بیان نیست این کارهای کرده ایستادگیشون. یتحولون الى اغنیاء، الى اصحاب ثروه و اصحاب مظاهر، اینها به بای ها مبدل میشن. کم بغل بدونن بای میشن، به اصحاب ثروتمند میشن، اصحاب ظاهری میشن، ظاهرشون میبینید درشون پول پیسه دارن. هذا من علامات الساعه، از نشانه‌های قیامت. و کما تعلمون فإن الرسول صلی الله علیه و آله و سلم لا ينطق عن الهوى، خیلی که شما میدانید جناب پیامبر از هوا از خواهشات نفسانی خود یا از پیش خود حرف نمیزند. کما تعلمون الان كيف حال الناس
و شما نیز میدانید خیلی که حال مردم است امروز لقد تغیرت الاحوال. واقعا شیخ گفته است که احوال دیگه شده است و تحول الفقراء الى اغنیاء، کم بغلا باعث شده هستند، اصحاب ثروات ثروتمند شده هستند و تحضرت البادیه، صحرانشین حاضر نشین شده است و بنا خونه پوش شدند و تطاولوا فی البنیان بین یکدیگر، یعنی که افتخار و فخرها و کبرها گردیده هستند در خانه ها. و هذا مصداق ما قاله النبی صلی الله علیه و این تصدیقی همان است که جناب پیامبر صلی الله علیه و فرمود. قال فماذا فلبثنا مليا، بس رفت. حضرت عمر میگه که رفت، همین سوالای داد و جواباشو گرفت رفت. فلبثنا مليا، ما اندکی استادیم، یعنی ما اندکی استادیم. فقال بس گفت یا عمر، جناب پیامبر صلی الله علیه و فرمود که عمر اتدری من السائل، اون سوال کرده که آدم شناختی؟ قلت الله و رسوله اعلم، گفتم که الله و رسولش میدونن، من از کجا دونم؟ این هم یه آداب ببینه، حتی هم گمانی فلونی هم باشد که باید نگویی که و فکرم فلونی هم تقصیر راسته. یا که عالم میپرسه میگه که برادرها میدونید که مثال نماز برای چه رکن اسلام بوده است؟ یکی پیشگیری کرده و فکرم هم بوده نه خب میشه، الله اعلم میگه. قال جناب پیامبر فرمود که هذا جبرئیل، این جبرئیل بود، اتاکم یعلمکم امر دینکم، این به نزد شما آمد امر دینتان، یعنی به کاری خود نه، هر چیزی که به کاری دینتان آموختن، یعنی آمد که امر دینتان به شما آموزد. امر دینتان همین است، دینتان یعنی اسلام است و ایمان است و احسان است. قال ثم خرج، یعنی بعد از آن برآمد، این بعضی روایت‌ها شد ولبثنا مليا، یعنی وقتا قصیرا ما اندک استادیم. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، جناب پیامبر فرمودند یا عمر ای عمر اتدری من السائل، سوال دادگی کسی شناختی؟ او تدرون من السائل، در دیگر روایت که شما همتون سائل شناخته. فی روایت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال یا علی، نه قال علی بالرجل، دیگر روایت میگه که علی بالرجل، اون مرد اومده گردونیدش بیارتش برای من. فطلبوه ولم يقدروا عليه، جستجو کردن او را نتوانستن او را یافتن. فعلی بالرجل، همون مرد خطیده به نزد من بیاره، گردونید بیارتش. اخرجه ابن النسائی فی الكبرى من حدیث ابن عمر رضی الله عنه و ابن حبان الدارقطنی من حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه. قال گفت هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم، این جبريل بود که به شما امر دینتان را تعلیم دادن آمد. هذا الذي دخل، همون کسی که در اومد و سأل هذه الاسئله، سوالات دادگی آدم، هو جبريل علیه السلام، جبريل بود. و جاء في صورت رجل، در صورت مرد آمد، كما وصف چخری که وصف کرده شو بولم، لغرض تعلیم الحاضرین، به مقصدی تعلیم دادن نشستگان امور دینهم، کارهای دینشونه، على طریق السؤال والجواب، طرز و طریق سوال و جواب. فدل هذا الحديث على مسائل عظیمه، این حدیث به یک چند مسئله های بزرگ دلالت میکند. گفته صدا شیخ الاولى یکم ان الدین ينقسم الى 3 مراتب، دین به 3 مرتبه تقسیم میشه، الاسلام والایمان والاحسان. به همین ها كل مرتبه اعلى من التي قبلها، هر یک مرتبه با والاتر و بلندتر است از همون مرتبه که پیش از او ذکر شده است، یعنی مرتبه ایمان از اسلام بلند است و احسان از ایمان. و ان کل مرتبه لها ارکان، هر یک مرتبه با دارای رکن است، ارکان الاسلامی و ارکان الایمانی و الاحسان و رکن واحد شکلی که گذاشته. الثانیه، دویم مسئله بزرگ از حدیث همین است که فيه التعلیم بطریق السؤال والجواب، در این با چی حکمت است؟ مسئله بزرگ همین است که تعلیم دادن به طریق سوال و جواب. و هذه طریقه تعلیمیه ناجحه، این یک اسلوب تعلیمی موفق و ثمره میبخشیدگی است، لانها ادعى للانتباه، چون که این بسیار نزدیکتر است به دقت یکسر جواب کردن یا که به دقت دادن. وقتی که یک سوال میتر دیگر رو بدون باشه که جوابش چی باشه، منتظر میشه.
و تلقی العلم و گرفتن علم. كونه يسأل يعني سوال میدهد و يتهيئ ذهنش تیار میکنند، آماده میکنند و يتطلب الجواب و منتظر میشود، درخواست میکند جواب را. ثم يلقى عليه الجواب و او جواب داده میشود و هو يتطلع عليه و چیکار میکند؟ اطلاع می‌یابد نسبت او. يكون هذا اثبت، این استوارتر و مستحکمتر میشه. الثالثة سيوم مسألة بزرگ في الحديث دليل على أن من سأل عن علم. در الحديث دليل است على أن من سأل عن علم کسی که درباره علم پرسد و هو لا يدري و نمیدانستگی باشد، عليه أن يقول الله ورسوله أعلم. باید که چی گوید؟ الله و رسول اعلم. یکیل العلم الى عالمه، علم را به عالمش باید که سپارد. فلا يتكلم بالجواب، و جواب باید که گم نزند و هو لا يعرفه، حالا که اون نمیداند. و يتخرص، میگوید که و هو لا يعرفه و يتخرص، میگوید نباید که و یک چیزی که نمیداند بعد چیکار کند؟ بافد یک چیزی. تخرص یعنی که کسی که نمیدونه از خودش میبافد یک چیزی، تخرص میگوید. تخرص هذا لا يجوز، این جایز نیست. و الرسول صلی الله علیه وسلم لما سئل عن الساعه، وقتی که پیغمبر علیه الصلاه والسلام درباره ساعت قیامت پرسیدند، قال من مسئول عنها بعلم من السائل، سوال شده نسبت آن از سوال کننده بیشتر نمیداند. ولما قال للصحابه، وقتی که برای صحابگان گفت که اتدرون من السائل، سوال دهنده شناخت میشناسه و هم لا يعرفون، و یا که نمیشناختند، قالوا الله و رسوله اعلم، الله و رسولش میداند. فدل ذلك على ان مسائل الشرع و مسائل الدين لا يجوز التخرص عليها. این دلیل شده است که مسائل های شریعت و مسائل های دین جایز نیست در اونها چیکار کردن؟ افترا کردن، خود سلام جواب دادن. ایده همین مسائل آداب یاد گرفت، این برای همه تعلق داره که همین هیچ مسئله هایی که خصوصا مسائل بزرگ است، سیاسی یا غیر سیاسی، عقیدوی، سراسر من نمیدونم، پرسیدن نکردن. تلفن است عالم پرسید. لأن هذا من التكلف، این یک کلفت میشود. تکلف میشه این یک بالای خود بار کردن یک بار است که او را طاقت برداشتن داره. ولكن من كان عنده علم، ولی اون کسی که علم داشته باشه فانه يجيب و جواب میده. و من ليس عنده علم، کسی علم نداشته يقول الله اعلم، الله اعلم میگه. و من قال لا ادري فقد اجاب، و کسی که امر لا ادري گفته است نه جواب داده است. ادري گفت جواب داده نیست، لا ادري. قد سئل الامام مالك رحمه الله عن 40 مسأله. امام مالک درباره 40 سوالش میدادن، فاجاب عن 6 منها. از 40 سوال از 40 تا سوال 6 تا جواب میدادن امام مالک. امام دار الهجره میگفتن این اسم خیلی در مدینه. و قال في الباقي، در باقی چی میگفتن؟ لا ادري، نمیدونم. هفتمش جواب ده لا ادري، هشتم لا ادري، نهم لا ادري، چلم لا ادري. 6 جواب میدادن. اما ملای ما باشن بیچاره همین یک روز 60 سوال شود کرد، همه‌ش جواب دادن میگیرن. ای مالک هم فقال له السائل، سائل برایش گفت انا جئت من كذا و كذا، یه تقصیر ما فلان جو هم خرات های کردن میگم ما یغما بودیم میگم و سافرت سفر کرده گفتم، پول پیسه صرف کردم و اتبعت راحلتی، ماشین پول بنزین صرف کردم، اسب معذاب دادم. و تقول امام مالک چی میگه؟ لا ادري، من نمیدونم. قال ما میگفت که اركب راحلتك، اما ماشین نسوش، واذهب الى البلد الذي جئت منه، اما کشوری که اومدی با همون جرا. وقل با هم مردم گفت سألت مالكا فقال لا ادري،
من مالک سوال دادم از 6 تا زیادش لا ادري. هذا ليس عيبا أن الإنسان إذا كان لا يعرف الجواب في الأمور الشرعية أنه يقول لا أدري. این جای عیبش نیست انسان وقتی که جواب دادن در امور شریعت بگوید که لا أدري. ولو كان عالما گرچه که عالم باشد لا أدري گفت یکون جای عیبش نیست. ممکن این آدم ترسد که در حرکت خطا میکنه، در اعراب خطا میکنه، گفته جواب درست. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل. مسئول نسبتی آن از سؤال کننده بیشتر نمیداند. وقال وكان صلى الله عليه وسلم اذا سئل عن بعض الاسئله، جناب پیغمبر وقتی درباره بعضی سوال ها میپرسیدند ولم يكن عنده وحی از طرف الله که نبود، انتظر منتظر میشد. ما باید که ما منتظر شویم، ما عالم پرسیم ما میگیم جواب بدیم. وحی ما چیه؟ جبريل ما وظیفه جبريل مجامع آورده که معالمای ما میروز مدخله حتى ينزل الوحي من الله عز وجل، تا وحی نازل شده جواب پیغمبر صلی الله علیه و آله جواب نده. الستم تقرؤون، آیا شما نمیخوانید؟ يسألونك عن كذا، الله میپرسد و يسألونك عن كذا قل كذا. تو را هم خیلی میپرسن با هم خیلی همین چی میپرسن يسألونك عن المحيط قل هو أذى. وقتی که از محیط درباره حیض پرسیدن جناب پیامبر جواب داد بدیم؟ جواب ندادیم. تو همین وای موضوع شد. همینطوره. یک دوستان فوارد ایتون فرمودن که نمیشه ولی دوستان فرمودن که اگه جواب بله دادیم. بعد اگر جواب دادن بله. يسألونك عن الخمر والميسر، درباره عرق و درباره قمار تو رو سوال میکنن، بگو در این دو گناه بزرگ است. يسألونك عن الأهلة، درباره ماه نو تو رو سوال میکنن، قل هي مواقیت للناس والحج، بگو که این وقت است، این برای تعیین کردن وقت به این جدا کرده میشه برای مردم برای مراسم حج. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل ولم يكن عنده جواب ينتظر حتى ينزل عليه الوحي من الله. رسول صلی الله علیه و وقتی که او را سوال میدادن در نزدشون جواب نمی بود، منتظر میشدن تا وحی به او از جانب الله نازل شد. و كذلك غیره من باب اولى، همچنین غیر پیغمبر منتظر شدنش، خوندنش، تدقیق کردنش از باب اولی است. باید که اینا با طریق اولی ينتظر حتى يسأل غيره، باید منتظر شد تا یک کسی دیگر پرسیدنه، او یبحث عن المسأله، یا که بحث کند، یعنی بین دیده براید فی کتب اهل علم، در کتاب‌های اهل علم، لیتحصل على جواب، تا که به دست آورد چی را؟ جواب درست. اما ان يستعجل فهذا فيه خطورة عظيمة، اما شتاب کرده اینجا اونجا را پرسیدن نگاه نکرده جواب دهد دیگر، در این خطری بزرگ است. و فيه سوء ادب مع الله عز وجل، این در برابر الله سبحانه و تعالی بی آدابی است، آدابی بد است. لأن الذي يجيب عن شرع الله، چون اون کسی که جواب داده است درباره شریعت الله جواب داده، درباره خودش جواب نداده، درباره خودش جواب دادن هیچ کار آدمی، اما شریعت احتیاط کن. يقول الله احل كذا او حرم كذا، چون که باید گفته است که الله فلان چیز حلال گفته و فلان چیز حرام گفته، او شرع كذا، یا که در شریعت خیلی قانونی اجازه داده، فالامر فيه خطورة جدا، در این مسئله میگه امر چه خطر، يعني كي خطرناك استبيني هاي. المسألة الرابعة، مسألة شهرم في الحديث دليل على آداب المتعلم، دليل شبه آداب تعليم قرآن جبريل، وهو سيد الملائكة، كيف السيد فرشتگان است، يجلس بين يدي الرسول در پیش پیغمبر می‌نشیند و هو يسند ركبته الى ركبته الرسول صلی الله علیه و آله و زانوهاش به زانوهای پیغمبر صلی الله علیه و میرساند و يضع يديه على فخذه، دستاش بر آنهای او میماند. يسأل بأدب، با آداب سوال می‌دهد. هذا من أجل أن يعلم الناس كيف يتأدبون مع العلماء، این به خاطر همین است که مردم بدانند چه خیل آداب رعایت کنند در پیش عالم ها، که در با همراه عالم ها. هذا بعض ما يدل عليه الحديث وفيه
این بعضی اون چیزی که حدیث به همون دلالت میکنه. با در این یک مسئله پنجم هم هست، مسئله خامسه و هي بیان بعض علامات الساعه، بیان بعضی نشانهای قیامت گفت در حدیث. ذکر علامتان، دو علامت ذکر کرد، ان تلد الامه ربتها، که چوریزن یعنی که سیده تولد میکنه. و بعض علما میگویند که معنی ان تلد الامه ربتها معناش این است که انه یکثر العقوق فی آخر زمان، در آخر زمان کپی پدر مادر گردوندن و یا چیکار کردن، بی احترام کردن بسیار می شود. حتی تصبح البنت کانها سیده، تا اون درجه می شود که دختر به مانندی یعنی که راهبر می شود در سر والدتها، مادرش تأمرها او را امرش میکنه و تنها معنش میکنه و تغلظ علیها، دغل گپی یعنی که ناپسند میکنه. الله نگهدار. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه و سلم تسلیما مزیدا و بهمین. دو اصل ما تموم کردیم، اصل یکم و اصل دوم. اصل یکم درباره الله سبحانه و تعالی بود، اصل دوم درباره دین اسلام بود. ان شاء الله درس آینده اصل سوم میگیریم باذن الله سبحانه و تعالی. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.